تمام احساسات شما معتبرن ولی رفتارتون نه. اینکه احساس خشم کنیم هیچ ایرادی نداره، ولی اینکه خشممون رو با فحش و داد و بیداد و پرخاش نشون بدیم جای فکر کردن و اصلاح کردن داره. اینکه احساس کلافگی کنیم، احساس کنیم نیاز به فضا برای خودمون و تنهاییمون داریم هیچ ایرادی نداره، ولی اینکه بخوایم با قهر و بی‌محلی به دستش بیاریم جای فکر کردن و اصلاح کردن داره. اینکه نسبت به یه پارتنری که باهاش تازه آشنا شدیم احساس مبهم بودن داشته باشیم، احساس گنگ بودن داشته باشیم هیچ ایرادی نداره. اما اینکه یهو غیبمون بزنه و بدون هیچ توضیحی رابطه رو تموم کنیم جای فکر کردن و اصلاح کردن داره. اینکه از دوست صمیمیمون حتی ناراحت بشیم، احساس کنیم داره اذیتمون میکنه هیچ ایرادی نداره، ولی اینکه بیانش نکنیم و بذاریم این خشم‌ها تلمبار بشن جای فکر کردن و اصلاح کردن داره. اینکه با یک نظری مخالف باشیم هیچ ایرادی نداره، ولی اینکه برای اینکه مخالفتمون رو اعلام کنیم به شخصیت طرف حمله کنیم جای فکر کردن و اصلاح کردن داره. تمام احساساتی که شما دارین معتبرن، درستن، اما رفتارتون و واکنشتون به اون احساس انتخاب شماست.